چی رو درد میکنه کسی جور که تمام کاری میکنه کمک تام روز شنبه آورده بود گفتم خیر بخاطر خودم باش شنبه بیایم شما میگم باشه سلام سلامت باشید خوشحال شدم واقعا خوشحال شدم. به نام خدا شبنم افشار هستم، یکی از دانش آموزان یا کارآموزان بخش خیاطی و قسمی که شما رو را میبینید زنان افغان مقیم نروژ هستند که در این پروژه که از طرف خانم‌ها ایجاد شده بود ما بسیار زیاد تشکر میکنیم. یک زمینه خوبی را برای رشد اقتصاد و همچنان رشد کارآزمایی یا خودکفایی بر زنان ایجاد کرده بود و ما خرسند هستیم و باز هم تشکر بسیار زیاد میکنیم. و این پروژه در مدت 3 ماه بود که توسط استاد بزرگوار ما خانم عادله تدریس شد و ما در اینجا تانستیم که به رشد خودکفایی برسیم. بعضی چیزهایی را آموختیم که نیاز مبرم یک خانم یا یک دختر خانم هست و این خودش یک زمینه ساز خوب برای رشد اقتصاد خانواده و فامیل ها هم شده میتونه که در این پروژه در ضمن نزدیک ما کارآموز بودیم و مسلک خوب خیاطی رو یاد گرفتیم. زمینه هایش بسیار خوب بر ما فراهم شده بود، یعنی ما با طور عملی و نظری آموختیم اما سهولت هایی که لازم و ملزوم مسلک خیاطی است بر ما ایجاد شده بود.